یکی از سوالاتی که زیاد ازم میشه بحث اینه که میگن تو که روح از بدنت خارج شد آیا زمین گرد بود یا تخت؟ باورتون میشه من خودم یکی از بزرگترین طرفدارای این پرسش هستم و همیشه هم برام سوال بوده، همیشه تحقیق می‌کردم، ناسا رو علاقه داشتم فلان اینا. ولی اون لحظه ای که روح از بدن من خارج شد، چیزی که من دیدم بر خلاف تمام اعتقاداتم که همین الانم دارم میگم زمین گرده، ولی اونجا من زمین رو صاف دیدم و برای خودم هم عجیب بود، ولی زمین رو من صاف دیدم. و این که سوال اولتون. در مورد سوال دوم که پرسیدن که آیا به جز ما موجودات دیگری هم خداوند آفریده، بله 100% و من چند مدلش رو دیدم و براتون دقیق توضیح میدم. خدمتتون عرض شود که روح از بدنم که خارج شده بود، خب من بعد مکان و زمان نداشتم، هر لحظه که میخواستم هر جایی که میخواستم بودم. بعد دقیقاً یادمه که حالا بعد از این که مثلا چندین جا سر زدم، توی بولوار وکیل آباد مشهد دقیقاً روبروی دانشگاه فردوسی یک آن دیدم 5 تا هواپیمای فضایی که بهش میگن یوفو اومدن، رنگ نقره‌ای، حالت استیل مانند براق، اومدن دقیقاً روی دانشگاه فردوسی. و اینها که اومدن من روح بودم، متوجه داشته باشید من اون موقع روح هم داشت اینا رو میدید، ولی زمان رو متوقف کردن. یعنی اینها میتونستن روی زمان و مکان تأثیر بذارن. حالا کاملش رو براتون توضیح میدم. جوری که وقتی که اینها اومدن تمام این بولوار وکیل آباد به این شلوغی، حالا بچه مشهد میدونن بولوار وکیل آباد همیشه شلوغه، همه ماشینا حالت این فیلمایی که رو حالت پاوز میذارید وامیسته، و من حتی جرقه سر پیستون موتور رو میدیدم. یعنی در این حد همه چی متوقف شده بود. و خدمت شما عرض شود که اینها اومدن 5 تاییشون روی دانشگاه فردوسی مشهد و من وارد سفینه اینها شدم و خدمتتون عرض شود ورودم هم به داخل سفینه اینا یک حالتی مثل مکش بود، نه به قول معروف دری بود نه چیزی بود، مثل مکش وارد شدم. و اولین چیزی که من اونجا دیدم یک موجودی با قد شاید مثلا 65 سانت تا 70 سانت